وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا وهنگامی که طلقتم طلاق دادید نساء زنان را فبلغن آنگاه رسیدند اجلهن به نزدیک پایان عدهشان فلا تعضلوهن پس باز مدارید آنان را ان ینکحن از اینکه ازدواج کنند ازواجهن با همسرانشان اذا هرگاه تراضوا به توافق برسند بینهم میان خود بالمعروف به شایستگی ذلك این یعنی حکمی است که یوعظ پند داده می شود به با آن من کان کسی منکم از شما یؤمن که ایمان دارد بالله و الله والیوم و روز آخر و پسین ذلکم این ازکا پاکتر است لکم برایتان و اطهر و پاکیزه تر و الله یعلم میداند و انتم و شما لا تعلمون نمیدانید. و هنگامی که طلاق دادید زنان را آنگاه رسیدند به نزدیک پایان عدهشان پس باز مدارید آنان را از اینکه ازدواج کنند با همسرانشان هرگاه به توافق برسند میان خود به شایستگی. این حکمی است که پند داده می شود با آن کسی از شما که ایمان دارد به الله و روز واپسین این پاکتر است برایتان و پاکیزه تر و الله میداند و شما نمیدانید.